درود دوستان عزیز، روز و شبتون بخیر. جلسه سوم از سری آموزش‌های سطح آ1 با کتاب Starten wir رو داریم. صفحه 10 بخش آ. Hallo. Nummer 1. Was hören Sie؟ جلسه پیش ما دو تا کلمه پرسشی رو یاد گرفتیم. چیا بودن؟ wie یعنی چگونه، wer چه کسی. که از اینا مثلا سوال ساختیم. Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wer sind Sie? Wer bist du? حالا یک کلمه پرسشی دیگه یاد میگیریم. Was. Was یعنی چه چیزی؟ چی؟ اینجا گفته که Was hören Sie؟ چی میشنوید شما؟ Hallo oder guten Tag. سلام یا روز بخیر. Unterstreichen Sie. زیرش خط بکشید. ببین دوستان، توی زبان آلمانی وقتی به هم دیگه میرسیم و میخوایم سلام بگیم به هم دیگه میتونیم بگیم که هالو. این که خب چیز معمولیه و همیشه میشه گفت. اگه میخوایم بگیم صبح بخیر میگیم که guten morgen. guten morgen. صبح بخیر. این مورگن خودش یعنی صبح. guten morgen. حالا اگه بخوایم بگیم روز بخیر میگیم گوتن تاگ. گوتن تاگ. روز بخیر. تاگ یعنی روز. گوتن تاگ. روز بخیر. یا اگه بخوایم بگیم عصر بخیر یا شب بخیر میگیم گوتن آبند. ببینیم گوتن آبند آلمانی یکم با اون عصر بخیر ما متفاوته. مثلا اینو تا اواخر شب میشه استفاده کرد و یه فرقی با این یکی داره. شاید اینم دیده باشید. گوته نخت یعنی شب بخیر. اینایی که من بالا نوشتم هر 4 تاشون برای شروع گفتگو استفاده میشن. برای شروع گفتگو. مثلا من شب وقتی کسی رو میبینم بهش میگم گوتن آبند. گوتن آبند. نمیگم گوته نخت. مثل ما نیست. مثلا ما توی ایران وقتی شب کسی رو میبینیم میگیم یا تماس میگیریم میگیم شبتون بخیر و اینها. ولی نه، اینا گوتن آبند رو میارن به جاش و گوته نخت که ترجمه تحت لفظ شب بخیره در شب برای پایان گفتگو استفاده میشه. یعنی وقتی میخوایم از هم دیگه جدا بشیم با این شب بخیر میگیم گوته نخت. که خب بریم سراغ فایل صوتیمون. توی هر قسمت 2 تا دیالوگ آورده برای تصاویر. قرار گوش بدیم و شما زیرش خط بکشید که کدوم دیالوگ رو دارید میشنوید. خب حتما اینو دقیق گوش بدید و سعی کنید که تشخیص بدید کدومش رو میگه. A. Aufgabe 1. 1. Guten Tag, mein Name ist Fabio Arnold. 2. Hallo, ich heiße Martha. 3. Hallo, ich heiße Emma. 4. Guten Tag, ich heiße Paul Schmidt. Bravo. Guten Tag, mein Name ist Fabio Arnold. جلسه پیش گفتیم دیگه. Mein Name ist اسم من هست Fabio Arnold. Hallo, mein Name ist Fabio. اینم یه نوع دیگه شه. به جای اینکه بیاد خودش رو کامل معرفی کنه یعنی فابیو آرنولد نام خانوادگی یا فرنامه و ناخنامه، صرفا فرنامه رو گفته. Guten Tag, ich heiße Martha Dicker. Hallo, ich heiße Martha. Nummer 3. Hallo, ich heiße Emma. Guten Tag, ich heiße Emma Vogt. Nummer 4. شماره 4. Hallo, ich heiße Paul. Guten Tag, ich heiße Paul Schmidt. اگه حواستون جمع باشه جاهایی که با گوتن تاگ خودش رو معرفی کرده بعدش نام کامل رو گفته. یعنی گوتن تاگ، گوتن مورگن و گوتن آبند رو وقتی میگیم که مثلا به کسی میرسیم و اون ارتباط رسمیه. در غیر این صورت مثلا هالو استفاده کرد. خب نمره 2 شماره 2 zu zweit 2 نفری hören und wiederholen sie.
گوش بدید و تکرار کنید. Dann spielen und variieren Sie. بعدش بازی کنید و جاها رو عوض کنید. Guten Tag, mein Name ist Fabio Arnold. Hallo, ich heiße Martha. یه بار فرمل، یه بار غیر فرمل. خب. Nummer 3. Lesen Sie und ordnen Sie zu. خب lesen یعنی خوندن. بخونید شما und ordnen Sie zu. فعل جمله zuordnen. ببینید خب حالا میگید که ordnen Sie zu. چرا اینه با هم نیومدن؟ توی زبان آلمانی یه سری افعال رو داریم که اینا بهشون میگن به اصطلاح trennbar یا جدا شدنی. مثلا فعل ما چیه؟ zuordnen. خب دو بخش داره، سو و اردنن. این سوی اولی صرف نمیشه، این اردننه که صرف میشه. مثلا بخوایم بگیم که مرتب کنید، مثل همین جمله گفته که اردننزی سو امری هم هست، مرتب کنید. یعنی مثلا بخوام بگم من مرتب میکنم، ich ordne ich ordne zu. من مرتب میکنم. اوکی. خب گفته که آره بخونید و مرتب کنید. dann سپس یا بعدش hören und wiederholen Sie. گوش بدید و تکرار کنید. خب بذار فایل صوتی رو بیارم. A. Aufgabe 2. Guten Tag, mein Name ist Fabio Arnold. یه لحظه اینو گوش دارید شما. A. Aufgabe 3. Guten Tag, wie heißen Sie? Guten Tag. Mein Name ist Decker. Martha Decker. Hallo, wie heißt du? Mein Name ist Fabio. Hi, wie heißt du? Hi. Ich heiße Martha. اوکی. ببین چند تا موقعیت متفاوت بود. تو اولیش هر دو، یعنی هم گوتن تاگ اومده، هم ضمیر زی اومده یعنی شما، و کسی هم که خودش رو معرفی کرده گفته مارتا دیکا، نام خانوادگی. پس برای یه جای فرمل و رسمیه که یا فوتو 3، تصویر 3. Hallo, wie heißt du? Mein Name ist Fabio. خب دوستانه و غیر رسمیه. Hallo, wie heißt du? Hi, ich heiße Martha. فوتو B. Nummer 4. شماره 4. Lesen und hören Sie 3 noch einmal und ergänzen Sie. یه بار دیگه 3 رو گوش بدید و تکمیل کنید. خب صرف هایسن رو جلسه پیش داشتیم، کاملتر از این فقط برای 3 تا ضمیر آورده. heiße، du heißt، sie heißen. به نوشته فرمل یعنی رسمی، این زی به معنی شما یعنی رسمی. بعد یاد گرفتیم mein Name چی؟ mein Name ist Fabio. آفرین، ist Fabio. بعد برای پرسیدن نام میگفتیم wie heißt du؟ wie heißen Sie؟ آفرین. بعد در پاسخ ich heiße Martha oder mein Name ist Decker، نام خانوادگیش رو گفته. یه حالت همین بود دیگه، mein Name ist Decker. یه حالت دیگه ich bin Martha oder ich bin Decker. اینم یاد گرفتیم. خب نمره 5. شماره 5. دو oder sie، تو یا شما. خب بازی شیر یا خط داره. البته آلمانی شیر یا خط نمیگن، گفته کپف یعنی سر، oder Zahl یا عدد، سر یا عدد. spielen und variieren sie. من گفته اگر سر اومد داوید، نینا، فنگ یعنی اسم کوچیک بگید. اگر عدد اومد لیزا زیمپسون یا مارک Zuckerberg oder Sebastian Vettel oder Vettel.
و اگر خط اومد خب همدیگر رو زی یا شما خطاب کنید. Wie heißt du? Ich heiße James. Wie heißen Sie? Mein Name ist Bond. James Bond. اوکی. خب اکسترا رو نگاه کنید دوستان. گفته دو اینفورمل یعنی غیر رسمی. زی فرمل رسمی. خب فورنامه رو هم یاد گرفتیم. ناخنامه. فورنامه ارتیکلش چی بود؟ در فورنامه. ناخنامه در ناخنامه. آفرین. بریم صفحه بعد. نمره 6 شماره 6. Wo ist das؟ خب چهارمین کلمه پرسشی. وی میشد چطور، ور چه کسی، واس چه چیزی، وو یعنی کجا. میگه که وو ist das کجاستون. ببین داسی که اومده داس ضمیر اشاره است و خیلی کلیه، واسه هر چیزی میاد. مثلا میخوام خودم رو معرفی کنم، مثلا میگم das ist Hamid، این حامده. oder das ist Emma، این اماست. خب حالت کلی داره. مثلا میگم که گوشی به آلمانی میشه مثلا هندی، نخوندیم ما مثلا das ist هندی، این گوشیه. خب با das میتونیم اینجوری معرفی کنیم. این wo ist das؟ این کجاست یا اون کجاست. hören und unterstreichen Sie، گوش بدید و زیرش خط بکشید. دیالوگ 1 دیالوگ 2 دویچ کورس یعنی کورس آلمانی. میتینگ یعنی جلسه. قرار گوش بدید ببینید که هر دیالوگ برای چه موقعیتیه. آیا یه موقعیت غیر رسمی مثل کلاس درسه، یعنی کلاس درسی که من با هم کلاسیم راحتم و دو خطابشون میکنم، یا یه میتینگی که من اونجا شما خطاب میکنم دیگران رو. A. Aufgabe 6 und 7. Dialog 1. Hallo, ich heiße Nina. Und wie heißt du? Hallo Nina, ich heiße Emilia. Dialog 2. Guten Tag, ich heiße Nina Evans. Und wie heißen Sie? Guten Tag, Frau Evans. Mein Name ist Emilia Lorenz. خب پس دیالوگ 1 دو خطاب کردن هم دیگه رو، میتونه دویچ کورس باشه. توی دیالوگ 2 هم دیگه رو زی خطاب کردن، میتونه میتینگ باشه. نمره 7 شماره 7. lesen und hören Sie، بخونید و گوش بدید. schreiben Sie Vor- und Nachname auf die Rückseite des Namensschilders. بنویسید نام کوچیک و بزرگ رو رکسایته یعنی پشت نامنشیلدرز تابلوهای نام که قبلا گفته بود بنویسید. gehen Sie umher برید اطراف. gehen یعنی رفتن. und spielen Sie و بازی کنید. wechseln Sie wechseln یعنی عوض کردن. zwischen بین vorne und hinten. vorne یعنی جلو، hinten یعنی عقب. بین جلو و عقب عوض کنید. منظور یه بار دو خطاب کنید، یه بار زی خطاب کنید. خب دیالوگ ها رو میخونیم. Hallo, ich heiße Nina. Und wie heißt du? Hallo Nina, ich heiße Emilia. Guten Tag, ich heiße Nina Evans. Und wie heißen Sie? Guten Tag, Frau Evans. Mein Name ist Emilia Lorenz. میگیم Hallo, ich heiße Hamid oder ich bin Hamid oder mein Name ist Hamid. Wie heißt du? پاسخ بده. آفرین درسته. خب ادامهش رو بخونیم. نمره 8. hören Sie und ordnen Sie zu. گوش بدید و مرتب کنید. خب برای صبح میگفتیم guten morgen. برای روز بخیر guten Tag. عصر بخیر یا شب بخیر guten Abend. از موقعی استفاده میشه که آفتاب شروع کرده به غروب، یعنی از همون عصر تا آخر شب. نمره 9. hören Sie noch einmal und wiederholen Sie. خب گوش بدین دوستان. وقتی تکرار رو میاره سعی کنید تکرار کنید چیزی رو که میشنوید. A. Aufgabe 9. Guten Morgen.
Guten Tag. Guten Abend. guten Abend. خب Nummer 10 شماره 10 alle im Kurs ihre Lieblingszeit. ببینید Zeit یعنی زمان به آلمانی، آرتیکلش هم دیه، سر هم یادش بگیرید. Die Zeit یعنی زمان، Zeit یعنی نه، Die Zeit یعنی زمان. به تلفظش هم دقت کنید، ست داره، ببینید ست، Zeit Zeit Die Zeit زمان. حالا یه چیزی قبلش اومده Lieblings Zeit. ببینید این کلمه ترکیبی ساخته. Lieblings قبل از هر اسمی بیاد، قبل از هر اسمی معنای اون رو، سایت یعنی زمان، لیبلینگ سایت یعنی زمان مورد علاقه یا تایم مورد علاقه. خب دیگه بمونیم ور لیبلینگز. من این جزئیه که به اسم ما اضافه شده، لیبلینگز، و یه اسم ترکیبی ساخته. جلسه پیش گفتیم توی اسامی ترکیبی آرتیکل کلمه ما مطابق اسم دومه، یعنی اگر سایت دیه لیبلینگ سایت هم آرتیکلش دیه. خب malen und schreiben Sie. malen یعنی نقاشی کردن، نقاشی کنید و بنویسید auf eine Karte، روی یک کارت. چی رو؟ suchen Sie Personen mit der gleichen Karte. قرار شد بس زمان مورد علاقتون رو که یکی از این ستاست روی کارت بنویسید. suchen Sie جستجو کنید Personen اشخاصی رو mit der gleichen Karte با کارت یکسان und grüßen Sie سلام بدید. grüßen دوستان، grüßen فعله، سلام دادن، درود فرستادن. لحظه grüßen فعله، ich grüße من سلام میدم، یعنی صرف میشه. خب guten Morgen نینا، guten Morgen Frank، جوری انجام میدید. نمره 11 شماره 11 hören und sortieren Sie. sortieren یعنی مرتب کردن. dann lesen Sie بعدش بخونید. خب الان ترتیب دیالوگ هایی که میشنوید رو بنویسید اینجا، بعدش بخونید. A. Aufgabe 11. Guten Tag, Frau Decker. Das ist Herr Kopp. Guten Tag, Herr Kopp. Guten Tag. خب Guten Tag, Frau Decker. کنار رو نگاه کنید. Frau یعنی خانم، Frau Decker خانم دکا. Das ist Herr Kopp. این آقای کوپه. ببینید das ist برای معرفی استفاده کرده. Guten Tag, Herr Kopp. روز بخیر آقای کوپ. Guten Tag. ترتیبش همینجوری بود. هرم یعنی آقا، مثلا هر صالحی آقای صالحی، مثلا فرا رنجبر خانم رنجبر، هر محمودی آقای محمودی. نمره 12 hören Sie گوش بدید. Wer sagt was. این خیلی باحاله، ترجمه کنیم با هم. گفته که Wer sagt was. فعلی که هست زاگنه، زاگن به معنای گفتن. خب ورم یعنی چه کسی؟ ورزاگ کی میگه، واس چی، یعنی در واقع کی چی میگه. ordnen Sie zu und schreiben Sie مرتب کنید و بنویسید. dann hören Sie noch einmal. noch einmal یه بار دیگه گوش بدید. prüfen Sie بررسی کنید، prüfen کنید، چک کنید. خب بذاری هوغن رو بیارم. A. Aufgabe 12. Hallo, Martha. Das ist Fabio. Hallo, Fabio. Hallo Martha. اوکی، به نظر من واضح بود. نمره 13 آخر هر بخش یه بخش اینجوری میاره. یا das kann ich. آره اینو من میتونم. فعل کönene به معنای تونستن. قراره بخونیم. zu dritt سه نفری. spielen Sie den Dialog in 12 und variieren Sie.
دیالوگ قسمت 12 رو گوش بدید و عوض کنید. واقعی قضی جا رو عوض کنید. مثلا میگم هالو اما das ist حامد، بعد میگه که هالو حامد das ist اما. به همین شکل عوض میکنیم. خواسته das ist رو توضیح بده که برای معرفی یک نفر سوم یا خودمون استفاده میشه. خب دوستان درسمون تا اینجا، تا بخش آ. چیزایی که گفته شد رو حتما تمرین کنید و اگر نیاز بود ویدیو رو دوباره ببینید. کتاب کارم فراموش نشه. چاو.